ассалому алайкум, шунавандагони арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён. китоби чорум, гуфтори 121. بر اثر این هنگامه امری لیث پسرش محمد ابن عمرو را حاکم سیستان قرار داده سال 881 به سوی فارس رفت تا به مناقشه های برخیسته خلافت دخالت نماید. او همزمان سرلشکرش ابو طلحه مسلم را سوی سرخس به نبرد خجستانی فرستاد. ابتدای تیر ماه سال 881 هنگام نبرد شدید ابو طلحه مسلم شکست خورده و رو به سیستان آورد. در این اثنا سپاه بزرگ محمد ابن حسن درهمی به مدد او رسید. لشکری متحده به مقابل احمد ابن عبدالله خجستانی دوباره به جنگ پرداختند و سال 882 به تعقیب او شروع کردند. آنها عاقبت خجستانی را شکست مدهش دادند و در جریان محاربه این سرلشکری آشوبگر کشته و 7000 سپاهیان او نابود گشتند. همین طریق امری لیث تا سال 886 شهر مرو و سپس نیشاپور را با مضافات‌های اطرافش ضبط کرده چندین آشوبگران و رقیبان توانایش را برکنار ساخت و آرامی نسبی را در خراسان برقرار کرد. امری لیث با هدایت خلیفه معتمد قدرت ماوراءالنهر را به دست گرفته حاکمان خاندان سامانی را در مقام و مسندشان نگاه می داشت و با آنها مناسبتی سازشکارانه و مصالحت آمیز را به راه می ماند. او سال 883 نصر ابن احمد سامانی را برای سرکوب کردن آشوب کردهای بلاد فارس فرستاد. مطابق نگارش تاریخی سیستان، نصر ابن احمد سامانی سال 883 آشوبگران کرد را با سروری احمد کرد شکست داده او را اسیر گرفت و مالها و خزاینش را ستانید و به امری لیث سپرد. امری لیث برای این کارنمایی نصر ابن احمد را خلیفت کرد بر پارس و کرمان و به سیستان آمد. پس از این فتح امری لیث به نصر ابن احمد سامانی سپارش داد که مبلغ 4 میلیون دیرم را از نام سفاریان به خزینه خلیفه سپارد و اداره حکومت ولایت فارس و کرمان را ادامه بخشد. ناگفته نماند که خلیفه معتمد شاید به جنگ‌های داخلی آواره بودن امری لیث را نشانی کوتاه دستی او دانسته سال 887 یکی از سرلشکران سابق احمد ابن عبدالعزیز را که در بغداد بود به موافقه و رازگی امری لیث والی فارس تعیین کرد. بهانه اساسی این عمل به تأخیر افتادن 20 میلیون خراج هر ساله امری لیث بود که بر اثر گرفتار شدنش به جنگ‌های داخلی قدرت پرداختن آن را نداشت. مورخان می نگارند که خلیفه معتمد خود همان سال هنگام ادای نماز 5 وقته در بغداد به تنقید و نهزنی امری لیث رو آورده او را به گردن کشی و نافرمانی گناهکار می ساخت. در نتیجه با ارادت خلیفه
نام عمرو ابن لیث از خطبه نماز، علامتها و پرچمهای دولتی برافکنده شد. عمرو لیث نیز در پاسخ به زیر دستانش فرمان داد که نام خلیفه معتمد را از خطبه مسجدهای قلمرو خراسان برافکنده از اطاعت او سرکشی نماید. شاید از همین خاطر خلیفه به سمت ولایت فارس با سروری احمد ابن عبدالعزیز لشکری 100,000 فرستاد. عمرو لیث از این قضیه آگاه شده آغاز تابستان سال 887 با لشکری زیاد از سمت سیستان و خراسان به سوی ولایت فارس رهسپار گشت تا واری دست نشان خلیفه را برکنار سازد. او سرآغاز پسرش محمد ابن عمرو را با لشکری گران به محاربه ضد احمد ابن عبدالعزیز و ترک ابن عباس فرستاده خودش از دنبال به جنگ شدید آمادگی گرفت. عمرو لیث سرلشکران کار آزموده‌اش علی ابن حسن درهمی و محمد ابن عمرو را به محاربه سفربر نموده لشکری خلیفه را ماه ایون سال 887 شکست داد. او بعد این پیروزی تعقیب لشکری خلیفه را به سمت بغداد ادامه نداد و با فتح ولایت فارس و از آن برکنار ساختن دست نشان خلیفه احمد ابن عبدالعزیز قناعتمند گشت. در نتیجه خلیفه معتمد باری دیگر شخصاً به محاربه آمادگی دیده سال 888 به مقابل عمرو لیث با دسته‌های مجهزی سپاهی 150,000 حرکت کرد. وضعیت عمرو لیث از آن جهت مشکل گشت که به دسته‌های خلیفه چندین سرلشکران آزار دیده خراسانی همراه شده کینه دیرینه اشان را از او با یاری لشکری خلیفه ستانیدن می‌خواستند. عمرو لیث مجبور شد که مضافات فارس را ترک نموده به سمت خراسان و سیستان بازگردد. هنگام عبور نمودن بیابان سوزان کرمان لشکری عمرو لیث به مشکلی گرفتار گشت و پسر او محمد ابن عمرو بیمار شده از علت کلینج ماه اکتبر سال 888 جان باخت. عمرو لیث که بر اثر بیماری پسر سلحشورش صبر و قرار باخته بود بعد مرگ او به تنظیم لشکر و تأمین امنیتی کشور مشغول گشته به نبرد خلیفه دوباره آمادگی می گرفت. در این میان به مقابل خلیفه های عباسی سال 892 در بغداد شورش برخاسته به آن آشوب طولونی های مصر اضافه گردید. خلیفه معتمد پی برد که آشوب شام و مصر و ناراضگی مردم بغداد بر اثر اختلاف او با عمرو لیث بالا گرفته است، زیرا کل آشوبگران می‌خواستند در تکیه به نیروی صفاریان خلیفه های عباسی را برکنار سازند. از این خاطر با تقاضای سیاست دولتداری مناسبت خاندان معتمد با عمرو لیث به اعتدال آمده او حجم خراج سالانه را به 10 میلیون دیرم فراورد. در عهد خلیفه موفق نام عمرو لیث چون پیشتره در خطبه های مسجد جامع بغداد و مکه و مدینه ذکر می گشت و او فرمان داد تا نام عمرو بر همه علامتها و مترتها و سپرها و در خانه ها و دوکانها برنوشتند. عمرو لیث در ولایت فارس واری خود بلال ابن ازهر را گذاشته
واری سابقه عباسیان را برکنار ساخت و با همین اختلاف سرزده خاندان صفاریان و عباسیان که با میانروی اهل غرض بالا گرفته بود عاقبت به فایده او انجام یافت. در عهد خلیفه معتضید 892-902 نفوذ عمرو لیث در میان خاندان عباسیان دوچند افزوده، اقتدار اوله او برقرار گشت. به نگارش تاریخ سیستان، خلیفه معتضید که مدتی محبوس بود، بعد مرگ پدر چندین مخالفانش از جمله اسماعیل ابن بلبل وزیر را امر کشتن داد که رقیبی بی واسطه عمرو لیث به شمار می رفت. سپس اسماعیل ابن اسحاق قاضی را به رسولی فرستاد سوی عمرو و صلح کرد با او و همه مرادهای عمرو به حاصل آورد و فرمان داد تا نام او بر همان جایها که بود نبیشتند و به حرمین خطبه کردند او را باری نو و خلعت و هدیه های بسیار و لیوا فرستاد و ولایت پارس و کرمان و خراسان و زابلستان و سیستان کابل و شورت بغداد. عمرو ابن لیث به نیشاپور بازگشته دوباره به مستحکم کردن قلمرو خراسان شروع نمود و برای سرکوب ساختن رافع ابن هرثمه و علی ابن حسین لشکر گذاشت. رافع رو به فرار آورده اول به گرگان و سپس به اصفراین پناه برد. علی ابن حسین به سمت مروارود و بلخ گریخته زنهار خواست. بعد محاربه تیز و تند ماه ایون سال 896 رافع شکست خورده رو به بیابان خوارزم نهاد و در آنجا از دست غلامان ترک خویش گرفتار غارت گشت. نهایت ماه نوامبر 896 از جانب محمد ابن عمرو خوارزمی که عامل عمرو ابن لیث در خوارزم بود کشته شد. همین طریق آخرین دشمنان عمرو لیث برکنار گشتند و او اقتداری روزافزونی پیدا کرده همه قلمرو خراسان و ماوراء النهر را تا سرحد بغداد تحت اختیار آورد. ناگفته نماند که در این دوره اسماعیل سامانی بعد مرگ برادرش نصر ماه اوگوست سال 892 به مسند امارت ماوراء النهر مشرف شده. دیرتر ماه مارس سال 893 از جانب خلیفه معتمد منشور امارت را صاحب شد و با کمال جوانمردی به حفظ و پشتیبانی سرحدها و متحد ساختن قلمرو کشورش شروع کرد. سلاله طاهریان در عهد دولتداری خراسان با سامانیان مناسبت‌های مصالحت آمیز را راه اندازی نموده، اختیار و اداره قلمرو ماوراء النهر را اساساً به عهده آنها واگذاشته بودند. اما در عهد دولتداری عمرو لیث صفاری چنانه گفتیم لشکری صفاریان برای تعقیب رافع ابن هرثمه به مضافات خوارزم وارد شده می‌خواستند حدودهای بیرون مانده این ملک پهناور را به قلمرو خود متحد نمایند. اسماعیل سامانی که ترکان یغما پیشه تراز را سرکوب ساخته آنها را به سمت ترکستان شرقی پیش کرده پهناهای خوارزم را از تاخت و تاز آنها امین ساخته بود، شاید از قصد عمرو لیث آگاه شده با پیش دستی گستاخانه منطقه خوارزم را قسماً به حدودهای قلمروش متحد نمود و محض در زمینه نفوذ یافتن و اختیارداری کردن خوارزم اولین اختلاف جدی در میان پادشاهان صفاری و امیران سامانی
پدید آمدند. امری لیثی مغرور و خودباور که قلمروی بزرگ خلافت شرقی را از حدودهای عراق تا مرزهای شرقی خراسانی بزرگ متحد ساخته، حدودهای غربی دولتی او تا خلیج فارس و قسمت شمالیش تا کنارهای بحر خزر و مضافاتهای شمالی خراسان می رسید، عزم پررنج ضبط کردن سراسر خوارزم را پیش گرفت. افزودن قدرت و حدودهای قلمروی پهناور دولت صفاریان به خلیفه معتضد چندان خوش نمی آمد و او راه و وسیله می جست که امری لیث را با یگان بهانه ضعیف و برکنار سازد. فرصتی مناسب برای خلیفه معتضد عزم لشکرکشی امری لیث به سوی خوارزم به سر زدن اختلاف در میان دو نیروی قدرتخواه صفاریان و سامانیان گردید. موافق معلومات تاریخ سیستان، سرلشکری امری لیث با نام علی ابن شروین با جمله سپاهش از سمت شرقی مضافات بخارا به سوی خوارزم رهسپار گشت. امیر بخارا اسماعیل ابن احمد سامانی و استقبال آنها بیرون آمده فرمود که خفا بازگردند وگرنه در میان آنها محاربه ناگزیر است. لشکری علی ابن شروین خفا بازگشت و امری لیث از این باخبر شده به مدد او سرلشکری دیگرش محمد ابن بیشر را فرستاد تا یک جایه با اسماعیل ابن احمد سامانی محاربه نمایند. اسماعیل سامانی که جوانمرد سلاحشور، غیور و جنگ آزموده بود، با حمله تیز و تند قصد ایشان کرد و عاقبت در جریان نبرد ماه نوامبر سال 898 محمد ابن بیشر کشته گردید و علی ابن شروین با گروه سپاهیان زیادش اسیر افتاد. اسماعیل ابن احمد از غایت جوانمردی و دوراندیشی قریب همه اسیران را آزاد نموده با آنها معامله مصالحت آمیز نمود و تأکید کرد که دیگر به مرزهای بخارا چشم طمع ندوزد. بعضی سرهنگان امری لیث جوانمردی، آدمیت و خاکساری اسماعیل سامانی را توصیف نمایند هم امری لیث از خبر شکست یافتن اهل سپاهش به ننگ و عاریتی تعصب آمیز گرفتار شده به خلیفه معتضد نامه نوشت و اختیارداری قلمرو ماوراءالنهر را تا حدودهای خوارزم درخواست کرد. خلیفه معتضد این درخواست امری لیث را بهانه مناسب دریافته در میان خاندان صفاریان و سامانیان نزاع انداخت و حاجت امری لیث را روا کرده به او منشور ولایت ماوراءالنهر را فرستاد. در عین حال خلیفه به اسماعیل ابن احمد سامانی نیز نامه نوشته خبر داد که ما دستی تو کوتاه نکردیم و کشوری ماوراءالنهر از توست و باید محافظی آن باشی. امری لیث چون منشور امارت و نامه رضایت خلیفه معتضد را به دست آورد، سپاه جمع کرده عزم حرب اسماعیل سامانی نمود و سوی بلخ روانه گشت. اسماعیل سامانی در قلمروش ندا انگیخت که امر آمد تا ماوراءالنهر بگیرد و مردمان بکوشد و مالها غنیمت کند و زنان و فرزندان برده کند. چون اندر ماوراءالنهر کس بود مردان کاری، همه با او برخاستند و به حرب امر آمدند. گفتند به مردی کشته شویم به از آن که اسیر گردیم.
می توان گفت که قدرت روزافزون صفاریان به خلیفه معتضید خطر داشت و او می کوشید با کدام راهی نباشد اقتدار امری لیث را کاهانیده او را همچون دستنگر و امیری مطیع نگاه دارد. از این خاطر دو امیری توانای قدرتخواه را خیلی استاکارانه به مقابل یکدیگر برانگیخته می‌خواست یکی از رقیبان توانایش را بی زحمت سرکوب نماید و دیگری را بعد ضعیف گشتنش تحت اطاعت خیش نگاه دارد. در این راستا پایان تابستان 899 لشکری امری لیث سوی بلخ با عزم فتح بخارا تحت اطاعت خود آوردن ماوراء النهر و شکست دادن لشکری اسماعیل ابن احمد حرکت نمود. به نگارش تاریخ سیستان چون امری لیث به بلخ رسید، اسماعیل سامانی به او پیغام فرستاد که خدای تعالی مملکتی وسیع برایت ارزانی داشته است و من طمع به ملک تو نمی کنم و با این کشوری خود قناعت کردم. صلاح کار آن است که این گوشه به من گذاری و دست طمع از آن کوتاه نمایی و میان ما صلح و عافیت پایدار ماند. ولی امری لیث این درخواست اسماعیل را نپذیرفته از کنار رود پنج روان شد تا در جای مناسب از آن عبور نماید. در این هنگام اسماعیل سامانی با سوارهای ورزیده‌اش پیش دستی نمود و رود آمو را گذشته در پیشاروی لشکری امری لیث در موقع مهم استراتژی کمین گرفت و آماده نبرد گشت. امری لیث با 70,000 لشکری سواره در موضعی نچندان مناسب جنگی درمانده ناچار محاربه را پیش گرفت. سپاه گران امری لیث در تنگنای محاربه گرفتار مشکلی گشته امکان بی‌مانع پیش رفتن و جنگیدن را نداشت. و پندار تاریخ نگاران فوجی سواره های 10,000 اسماعیل سامانی با آمادگی قبلی حمله آورده دسته های پیشصف سواره های امری لیث را به عقب نشینی وادار نمودند. در هر صورت به تفاوتی کلان میان دو لشکر نگاه نکرده سواره های سراپا مسلح امری لیث در وضع خیلی ناگوار مانده گرفتار دهشت و بیسر و سامانی گشتند و امکان سروری متمرکز لشکر از دست رفت. بعضی فرماندهان امری لیث برای از خطر ناگهانی رهانیدن او مصلحت دادند که با دسته محافظانش سوی بیشه نچندان دوری کنار میدان کارزار رهسپار گردد. از قضای تقدیر در درون بیشه اسب امری لیث به درون لایقه چسبکی غوتید و محافظانش از حال او بیخبر ماندند. در این اثنا دسته سواران تعقیبگری اسماعیل سامانی با شتاب از دنبال رسیده امری لیث درمانده را دستگیر نمودند. اکثر مورخان بر آن اندیشند که اسماعیل سامانی از غایت تدبیری نبرد، زیرکی و فراست بلند لشکرکشی ابتدای سال 900 با مهارت ناتکراری سواره های سیرشمار و مجهز امری لیث را در موقع مناسب جنگی به محاصره گرفته بدون خونریزی زیاد و جنگی شدید آنها را شکست داد و امری لیث را به آسانی اسیر گرفت. هنگامی که امری لیث در اسارت اسماعیل سامانی بود، نامه خلیفه معتضید رسید
که به بغداد فرستادن امری لیث را درخواست می کرد. موافق معلومات تاریخی سیستان، اسماعیل سامانی از فرستادن امری لیث ناچار مانده گفت که نباید به دست من اسیر می افتادی، ولی چون اسیر افتادی نباید من تو را به حضور خلیفه بفرستم و زوال دولت شما به دست من باشد. اکنون چاره‌ای نیست، باید فرمان خلیفه نگه دارم. تدبیر آن است که تو را از طریق راه سیستان تحت حمایت 30 سوار سوی دربار خلیفه می فرستم. هنگام سفر حرکت کن که نفران سلحشورت تو را آمده نجات دهند و مرا در حضور خلیفه عذر باشد و تو را نیز زیان نرسد. ولی از قضای تقدیر امری لیث در طول راه از اسارت رها نخورد و پیشا پیش تحفه های مناسب فرستاده شاید به ترحم خلیفه امید می بست. عاقبت او را به دربار خلیفه معتضید به بغداد رسانیدند و حبس کردند. از میان چندی نگذشته خلیفه معتضید بیمار شد و اهل دربار از حال امری لیث غافل ماندند. به قول یکی از مقربان خلیفه با نام بدری کبیر به امری لیث خصومت داشت و در حالت بیماری معتضید او و دیگر بدخواهان را تشویق نمود که امری لیث را به طور نهانی بکشند تا از خطر ناگهانی رها یابند. به روایت دیگری خلیفه معتضید در حالت نزع بود که وارثی او خلیفه مکتفی سالهای 902-908 به سریر خلافت نشسته از حال امری لیث پرسید. خلیفه نوجلوس که از جانب او کرم و نیکویی بسیار دیده بود میخواست بر عوض مرحمت و احسان و خدمت‌های سابقش او را آزاد نماید. قاسم وزیر چون دانست که مکتفی نسبت به امری لیث در مقام عنایت است، بنابر عداوتی که با او داشت کسان فرستاد تا امر را کشتند. در هر صورت خلیفه های عباسی از مرتبه و قدرت مذهبی خود استفاده نموده در فرصت مناسب دولت صفاریان و سامانیان را بر ضد همدیگر برانگیختند و در نهایت کار امری لیث تقریباً در سال 901-902 کشته شد و با همین سرنوشتی پرهنگامه دولت صفاریان به انجام رسید. امری لیث در مجموع سیاست پیش گرفته‌ای برادرش یعقوب لیث را ادامه داده میخواست حکم روایی مطلق خلافت عباسیان را از قلمرو خراسان برکنار سازد و بر عوض آن یک دولتی توانا، صاحب قدرت و مستقل ملی برپا نماید. ولی بر اثر شکست مدهش از جانب اسماعیل سامانی دولت صفاریان رو به تنزل نهاده در یک مدتی کوتاه پراکنده شد و قلمرو آن تدریجاً به اختیار سامانیان گذشت. شنوندگان گرامی، شما گفتار 121 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نفضلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.